تو فقط یک خود نیستی. تو 7 خود متفاوت هستی که همگی توی یک بدن زندگی میکنن و هر کدوم برای به دست گرفتن کنترل در حال جنگ هستن. همین الان که داری این ویدیو رو میبینی، یکی از این 7 خود فرمانده وجودته. همون خودیه که داره برات تصمیم میگیره، ادراکاتت رو رنگامیزی میکنه و تعیین میکنه که چه چیزی رو بخوای و از چی بترسی و احتمالاً تو حتی نمیدونی کدومشون الان پشت فرمونه. ابن عربی دهه‌ها وقت صرف کرد تا روح انسان رو با دقت یک دانشمند و بینش یک عارف نقشه برداری کنه. اون چیزی رو کشف کرد که بهش میگن مراتب نفس. نفس یا همون من انسان از 7 سطح متمایز عبور میکنه تا تکامل پیدا کنه. اکثر مردم در سطح 1 یا 2 زندگی میکنن و میمیرن بدون اینکه اصلا بدونن سطوح بالاتری هم وجود داره. بعضیا به سطح 3 یا 4 میرسن و فکر میکنن دیگه به مقصد رسیدن، اما تعداد خیلی کمی به سطح 7 میرسن، جایی که خود در چیزی چنان وسیع حل میشه که دیگه کلمه خود براش معنایی نداره. امروز من نقشه کامل ابن عربی رو بهت نشون میدم. در انتهای این ویدیو میتونی با پرسش و پاسخی که گذاشتم دقیقاً تشخیص بدی که الان توی کدوم سطح داری فعالیت میکنی، چی تو رو اونجا زندانی کرده و برای صعود به مرحله بعد به چه چیزی نیاز داری. چون وقتی این نقشه رو ببینی دیگه نمیتونی نادیدش بگیری و هر لحظه زندگیت تبدیل میشه به این انتخاب که همینجا که هستی بمونی یا سطح بالاتر بری. پس تا آخر ویدیو حتما با من همراه شو. سطح اول نفس اماره یا نفس فرمانده. اینجا جاییه که تقریبا همه ما ازش شروع میکنیم و خیلیا تا آخر عمر همونجا میمونن. این نفسی هست که کاملا با خواسته هاش یکی شده و هیچ قدرتی برای مقاومت در برابر اونا نداره. وقتی چیزی رو میخواد باید به دستش بیاره. وقتی وسوسه ای رو حس میکنه باید انجامش بده. مثل یک حیوان وحشیه که فقط با غریزه حرکت میکنه و اصلا آگاه نیست که داره توسط غریزش هدایت میشه. توی این سطح برنامه نفس خیلی ساده است. دنبال لذت برو، از درد فرار کن، بر دیگران چیره شو و به هر قیمتی از ایگو یعنی خودخواهیت محافظت کن. کسی که توی این سطح اگه دروغ به نفعش باشه بدون درنگ دروغ میگه، خیانت میکنه، میدزده، به دیگران آسیب میزنه و هیچ پشیمانی واقعی حس نمیکنه. تنها ترسش اینه که مبادا لو بره. قطب نمای اخلاقی این آدما کاملا بیرونیه. آدما در این سطح فقط وقتی خوب رفتار میکنن که کسی تماشاشون کنه یا از مجازات بترسن. به محض اینکه فکر کنن میتونن از زیر چیزی در برن تمام خویشتنداریشون ناپدید میشه. ابن عربی مشاهده کرد که آدمای این سطح لزوماً جنایتکار یا در ظاهر آدم بد نیستن. خیلیاشون در اجتماع موفقن و حتی چهره مذهبی دارن، نماز میخونن، روزه میگیرن و صدقه میدن، اما همه چیز برای اونها معامله است. اونا خدا رو عبادت میکنن چون بهشت رو میخوان یا از جهنم میترسن، نه از روی عشق واقعی به پروردگار. اونا فقط وقتی به دیگران محبت میکنن که سودی براشون داشته باشه. در واقع دینداری اونا مثل یه قرارداد تجاری با خداست. من این کار رو انجام میدم، تو اون رو به من بده. هیچ تحول درونی واقعی در کار نیست، فقط رفتاریه که با اهرم پاداش و تنبیه اصلاح شده. ویژگی اصلی این سطح ناخودآگاهی کامل نسبت به سازوکارهای درونیه. فرد هیچ بینشی نداره که چرا کارهایی رو که انجام میده. اونا واکنشی، خودکار و مکانیکی هستن. یه توهین شعله خشم رو در اونا روشن میکنه و بدون هیچ وقفه‌ای بین محرک و پاسخ واکنش نشون میدن.
هوسی در دلشون جوونه میزنه و بدون اینکه بررسی کنن آیا این واقعا براشون خوبه یا نه دنبالش میرن. اونا مثل عروسک‌های خیمه شب بازی هستن که توسط انگیزه‌های آنی کنترل میشن، اما فکر میکنن دارن با اراده آزاد انتخاب میکنن. ابن عربی میگه تراژدی این سطح اینجاست که مردم اینجا حتی نمیدونن زندونی هستن. اونا فکر میکنن هوس‌هاشون صدای واقعی خودشونه، فکر میکنن واکنش‌هاشون منطقیه و دنبال لذت بودن و از درد فرار کردن عین داناییه. اونا کاملا با نفس یکی شدن و نمیتونن اون رو به صورت ابجکتیو و از بیرون ببینن، چون خودشون عین نفس هستن. خروج از این سطح نیاز به یک شوک داره، یک بحران، یک فقدان یا لحظه‌ای که آدم خودش رو به وضوح ببینه و از چیزی که میبینه وحشت کنه. سطح دوم نفس لوامه یا نفس ملامتگر. این سطح بیداریه. در این مرحله چیزی درون آدم تغییر کرده. فرد ظرفیتی برای خوداندیشی پیدا کرده و وقتی کار اشتباهی انجام میده واقعا احساس گناه میکنه. اونا دیگه ربات‌های ناخودآگاه نیستن، میتونن رفتار خودشون رو مشاهده و قضاوت کنن. این وضعیت همزمان هم رهاییه و هم شکنجه. کسی که در سطح دوم قرار داره در یک درگیری درونی دائمیه. بخشی از وجودش هنوز میخواد دنبال خواسته های نفسانی و خودخواهانه بره، اما بخش دیگه اون خواسته ها رو محکوم و اشتباه میدونه. این آدما گناه میکنن و بعد حالشون از خودشون به هم میخوره. تصمیم میگیرن تغییر کنن اما دوباره عهدشون رو میشکنن. اعتراف میکنن، قول میدن که دیگه هرگز تکرارش نکنن، اما چند روز یا حتی چند ساعت بعد میبینن دارن دقیقاً همون کار رو انجام میدن. این همون نبرد کلاسیک خیر و شر در درون یک انسانه. ابن عربی میگه اکثر مذهبی ها در این سطح گیر کردن. اونا مؤمنان مخلصی هستن که واقعا میخوان آدم خوبی باشن، اما دارن توی یه جنگ داخلی میسوزن. اونا ماه رمضان رو با نیت خالص روزه میگیرن، اما به محض اینکه ماه تموم میشه پشت سر همسایه‌شون غیبت میکنن. توی نماز از زیبایی یک آیه اشک میریزن، اما صبح روز بعد توی مغازه‌شون به مشتری دروغ میگن. اونا لحظاتی از اتصال واقعی با خدا رو تجربه میکنن، اما بلافاصله دوباره به الگوهای غفلت و گناه برمیگردن. روانشناسی این سطح خود سرزنشگریه. فرد انرژی عظیمی رو صرف قضاوت کردن خودش، شرمندگی و تنبیه کردن عاطفی خودش برای شکستهاش میکنه. این کار یه چرخه میسازه: گناه، احساس گناه، توبه، بهبود موقتی، لغزش و دوباره احساس گناه بیشتر. ابن عربی مشاهده کرد که خیلیا این کلنجار رفتن رو با پیشرفت معنوی اشتباه میگیرن. اونا فکر میکنن چون از گناهشون ناراحتن پس دارن رو به جلو حرکت میکنن، اما حس بد داشتن بدون تحول واقعی فقط یه جور خودزنی عاطفیه. تله سطح دوم اینه که این خود سرزنشگری میتونه به یک هویت راحت تبدیل بشه. من یه گناهکارم که مدام تلاش میکنه و شکست میخوره، اما حداقل دارم تلاش میکنم. یک غرور پنهان در خود این تلاش وجود داره. فرد به چرخه سقوط و توبه معتاد میشه، چون این چرخه بهش اجازه میده نقش اول یک درام معنوی رو بازی کنه. اونا در واقع از پیروز شدن واقعی میترسن، چون اگه پیروز بشن دیگه چیکار باید بکنن؟ بدون این الگوی تکراری شکست و احساس گناه اصلا کی هستن؟ عبور از سطح دوم نیازمند یک تغییر بنیادینه، از جنگیدن با نفس به سمت درک کردن نفس. تو نمیتونی از چیزی که باهاش یکی شدی فراتر بری. تا زمانی که فکر میکنی من کسی هستم که داره با هوسهاش میجنگه، توی همون جنگ زندانی هستی. تو باید اونقدر آگاهی پیدا کنی که ببینی هم اون هوس هم اون قاضی که داره هوس رو سرزنش میکنه هر دو حرکت یک نفس هستن و تو
اون آگاهی شاهد هستی که داره هر دوی اینا رو تماشا میکنه. این شاهد بودن در ورود به سطح سومه. سطح سوم نفس ملهمه یا نفس الهام گیرنده. در این سطح اون جنگ دائمی داخلی کم کم آروم میشه. فرد به یک تشخیص واقعی میرسه، یعنی فرق بین اون چیزی که واقعا براش مفیده و اون چیزی که فقط ظاهرا مفید به نظر میرسه رو میفهمه. اینجاست که شهود بیدار میشه، جایی که شروع میکنی به دریافت هدایت از منبعی عمیق‌تر از ذهن شرطی شده‌ات. کسی که در سطح سوم هست اونقدر به خودش مسلط شده که دیگه مدام در حال جنگیدن با هوس‌ها نیست. هوس‌ها هنوز به وجود میان، اما بین به وجود آمدن هوس و انجام دادن اون یک فضا ایجاد شده. اونا میتونن خشم رو حس کنن بدون اینکه فوراً با خشم واکنش نشون بدن. میتونن کشش رو حس کنن بدون اینکه تحت کنترل شهوت باشن. میتونن ترس رو حس کنن بدون اینکه فلج بشن. نفس هنوز حضور داره و هنوز میل تولید میکنه، اما دیگه قدرت مطلق روی رفتار فرد نداره. ابن عربی اون تغییر کلیدی رو اینطور تعریف میکنه: در این سطح فرد کشف میکنه که مقاومت کردن در برابر خواسته ها اغلب اونا رو قوی تر میکنه، در حالی که درک کردن خواسته ها باعث حل شدن و از بین رفتن اونا میشه. به جای اینکه با میل خوردن اون چیز ممنوعه بجنگی، شروع میکنی به بررسی اون میل. این واقعاً چیه؟ آیا گرسنگی واقعیه یا یک خلأ عاطفیه که میخواد خودش رو پر کنه؟ وقتی با کنجکاوی و نه با قضاوت مستقیما به یک هوس نگاه میکنی، اون هوس اغلب خودش ذوب میشه و از بین میره، چون موضوع هیچ وقت اون شیء نبوده، بلکه یک وضعیت درونی بوده که دنبال راه حل میگشته. نفس ملهمه هدایت هایی رو دریافت میکنه که ذهن منطقی رو دور میزنه. مثلا ممکنه بخوای وارد یه معامله کاری بشی و یهو توی سینت یه نه قاطع حس کنی بدون هیچ دلیل منطقی. بعدها میفهمی که اون معامله کلاهبرداری بوده. ممکنه بدون هیچ دلیل منطقی احساس کنی باید به یه غریبه توی خیابون کمک کنی و بعد معلوم میشه اون آدم دقیقاً به همون چیزی نیاز داشته که تو همون لحظه میتونستی بهش بدی. این یه اتفاق ماورا و طبیعی نیست. این یعنی آگاهی تو داره به میدانی از اطلاعات وصل میشه که ذهن منطقی محدود بهش دسترسی نداره. آدما در این سطح پدیده همزمانی رو مدام تجربه میکنن. به کسی فکر میکنن و اون آدم بهشون زنگ میزنه. به کتابی نیاز دارن و اون کتاب یهو جلوشون ظاهر میشه. سوالی دارن و جوابش رو از لابلای حرفای تصادفی دو نفر دیگه توی خیابون میشنون. ابن عربی این رو اینطوری توضیح میده که جهان نسبت به آگاهی که به جای جنگیدن با اراده ایگو با اراده الهی همسو شده پاسخگو میشه. وقتی دست از اجبار واقعیت برای پیروی از هوسات برداری، واقعیت خودش رو حول نیازهای واقعی تو سازماندهی میکنه. اما خطر بزرگ سطح سوم غرور معنویه. تو از جنگ دائمی سطح دوم عبور کردی، الهامات رو دریافت میکنی و زندگی روونتری داری. خیلی راحته که فکر کنی دیگه رسیدی به مقصد. ابن عربی هشدار میده که خیلی از سالکان در این سطح اردو میزنن و از مواهب الهام لذت میبرن، اما از اون مرگ عمیق‌تر ایگو که سطوح بالاتر رو میطلبه فرار میکنن. سطح سوم راحته، اما سطوح 4 تا 7 همه چیز تو رو مطالبه میکنه. سطح چهارم نفس مطمئنه یا نفس آرام گرفته. در این مرحله فرد به یک صلح درونی واقعی رسیده، نه صلحی که از سرکوب هوس‌ها یا پیروزی در جنگ‌های درونی به دست اومده باشه، بلکه صلح ناشی از همسویی. نفس در این سطح چنان تربیت شده که حالا دیگه به طور طبیعی همون چیزی رو میخواد که خدا میخواد. دیگه شکافی بین وظیفه و میل وجود نداره. کسی که در سطح چهارمه برای کار خوب
با خودش نمی جنگه. کار خوب همون کاریه که خودش دلش میخواد انجامش بده. اونا خودشون رو مجبور به صبور بودن نمی کنن. صبر پاسخ طبیعی اونهاست. برای بخشندگی و صدقه دادن مقاومت نمی کنن. کرم و بخشش به طور خودکار ازشون جاری میشه. ابن عربی این مرحله رو مرگ نفس واکنشی توصیف میکنه. در سطوح قبلی تو مدام در حال واکنش نشون دادن هستی. واکنش به وسوسه ها، به تحریک ها و به شرایط. زندگی بهت فشار میاره و تو هم متقابلا بهش فشار میاری. اما در سطح چهارم این واکنشی بودن تموم میشه. اتفاقات میافتن و تو پاسخ میدی، اما این پاسخ از یک مرکزیت عمیقاً آروم میاد، نه از تلاطم‌های احساسی. اگه کسی بهت توهین کنه، به جای خشم فقط یه جور وضوح داری که چطور با مهارت با موقعیت برخورد کنی. اگه پولی از دست بدی، به جای وحشت فقط اعتماد داری و قدم‌های عملی رو برمی‌داری. نفس مطمئنه صفات الهی رو چنان درونی کرده که این صفات به صورت خودجوش ازش ظاهر میشن. صبر دیگه یک تلاش نیست، بلکه خود تو هستی. شکرگزاری تمرینی نیست که به خودت تحمیل کنی، بلکه ادراک طبیعی توست. تو همه چیز رو به چشم یک هدیه میبینی، چون دیگه تجربه ها رو به دوست داشتنی و ناخوشایند تقسیم نمی کنی. هر چی پیش بیاد همون چیزیه که اون لحظه بهش نیاز بوده و تو با آرامش تمام باهاش روبرو میشی. اما ابن عربی کاملا صریح بود. این هنوز یک خود، یعنی یک نفسه. درسته که نفسی پاکیزه، صیقل خورده و زیباست، اما هنوز یک من وجود داره که ویژگی هایی داره. آدم در سطح چهارم میتونه بگه من در صلح هستم. این حرف راسته، اما هنوز یک من هست که داره این رو به زبون میاره. سطوح بالاتر حتی این حس لطیف خود رو هم ذوب میکنن. سطح چهارم کمال روح فردیه، اما سطوح 5 تا 7 انحلال فردیت در چیزی فراتر از اونه. آدمای این سطح معمولاً تبدیل به استاد و راهنما میشن، چون اونا خود تعالیم هستن، نه اینکه فقط دربارش حرف بزنن. بقیه در حضور اونها احساس آرامش میکنن. حرفاشون وزن داره، نه به خاطر فصاحت کلام، بلکه چون از یک شهود واقعی سرچشمه میگیره. ابن عربی میگه کسی که در سطح چهارم هست رو میتونی از تأثیری که روی بقیه میذاره بشناسی. اونا به جای طوفان ساختن، طوفان‌ها رو آروم میکنن. به جای اضافه کردن به سردرگمی، ابهامات رو برطرف میکنن. اونا به جای وابستگی، الهام بخش رشد هستن. سطح 5 نفس راضیه یا نفس خوشنود. در سطح 5 اتفاق فوق‌العاده‌ای میفته. فرد دیگه هیچ ترجیحی درباره اتفاقاتی که براش میفته نداره. نه به معنای انفعال یا شکست خوردگی، بلکه از سر یک درک واقعی که هرچی خدا اراده کنه بهتر از اون چیزیه که خودشون ممکن بود انتخاب کنن. این فقط یک رضایت ساده و منفعلانه نیست، بلکه خوشنودی فعالانه از همه چیزه، حتی از سختی‌های ظاهری. کسی که در این سطح وقتی خبرهای ویران کننده‌ای میشنوه، مثل یک بیماری لاعلاج، ورشکستگی کامل یا خیانت، پاسخش شکرگزاری اصیله. نه شکرگزاری تظاهری، نه فرار معنوی، بلکه قدردانی واقعی برای حکمت الهی که در دل اون سختی نهفته است. اونا سختی رو هدیه‌ای ارزشمندتر از آسایش می‌بینن، چون سختی تکامل معنوی رو به شکلی سرعت میبخشه که رفاه و آسودگی هیچ وقت نمیتونه. اونا برای بیماری همونقدر صادقانه خدا رو شکر میکنن که برای سلامتی. ابن عربی این مقام رو از بی‌تفاوتی کاذب متمایز میکنه. در بی‌تفاوتی کاذب فرد احساسات واقعیش رو سرکوب کرده و تظاهر میکنه که همه چیز عالیه، اما در سطح 5 هنوز سوگواری هست.
هنوز وقتی بدن آسیب میبینه درد هست و هنوز در برابر فقدان غم وجود داره. احساسات انسانی باقی میمونن، اما زیر لایه این احساسات یه خوشنودی تزلزل ناپذیر نسبت به چیزی که خدا مقدر کرده وجود داره. احساسات مثل آب و هوایی هستن که در آسمان میگذرن، اما خود آسمان صاف، شفاف و خوشنود باقی میمونه. این سطحی هست که در اون ذکر ستایش خدا در هر حال به جای یک عبارت توخالی به یک حقیقت زیسته شده تبدیل میشه. فرد خودش رو مجبور به گفتن این ذکر نمیکنه، بلکه از ته دل میگه. هر لحظه فارغ از محتوای اون با ستایش واقعی روبرو میشه، چون اون از پس پرده خوب و بد ظاهری کمال نهفته در اراده الهی رو دیده. آدما در این سطح دیگه برای نتایج خاص دعا نمی کنن. تنها دعای اونا این میشه: خدایا هر چی تو بخوای. نه به این دلیل که بی خیال هستن، بلکه چون اعتماد دارن که اراده الهی همیشه بهترین رو برای سفر نهایی اونا انتخاب میکنه، حتی وقتی که با خواسته های عقل محدودشون در تضاد باشه. اگه هم درخواست مشخصی بکنن، اون رو سبک، رها و با آمادگی کامل برای رخ دادن عکس اون مطرح میکنن. ابن عربی میگه سطح پنجم جایی است که قلب کاملا انعطاف پذیر میشه، مثل طلایی که میشه اون رو به هر شکلی در آورد بدون اینکه کمترین مقاومتی نشون بده. ابن عربی میگه خداوند میتونه آسایش بفرسته و فرد اون رو با خوشنودی بپذیره. خداوند میتونه سختی بفرسته و فرد باز همون رو با خوشنودی بپذیره. اون میتونه عطا کنه یا بستانه، درها رو باز کنه یا ببنده، رفعت بده یا خار کنه و در هر چرخش روزگار فرد میگه اگه من هم دانش تو رو داشتم دقیقاً همین رو انتخاب میکردم. خطر این مرحله یه جور مادیگرایی معنوی پنهان هست. کسی ممکنه فکر کنه به این سطح رسیده چون میتونه سختی ها رو با منطق توجیه کنه یا به یه پذیرش فلسفی رسیده، اما ابن عربی هشدار میده خوشنودی واقعی از مقدرات الهی خودش رو توی بدن نشون میده، نه فقط توی ذهن. وقتی خبر سختی میشنوی چهرت شکفته میشه، وقتی امتحان میشی سینت باز میشه، انرژی تو در سختی ها بیشتر میشه، اما اگه تظاهر کنی بدنت مچت رو میگیره. سطح ششم نفس مرضیه، نفس مورد پسند. این مرحله مکمل سطح پنجمه. اگه سطح 5 خوشنود بودن تو از خداست، سطح 6 خوشنود بودن خدا از توه. فرد چنان با اراده الهی همسو شده که به یه ابزار خالص تبدیل میشه. کارهای اون دیگه مال خودش نیست، اون دستان خداه که داره توی جهان حرکت میکنه. کسی که در سطح ششمه دیگه هیچ برنامه شخصی نداره. اون کاری رو برای رسیدن به حالات معنوی، به دست آوردن توجه الهی یا جمع کردن ثواب انجام نمیده. اون عمل میکنه چون عمل به طور طبیعی از وضعیت همسویی اون میجوشه. درست همونطوری که یه درخت بدون تلاش میوه میده. هر کلمه‌ای که میگه، هر قدمی که برمیداره و هر نفسی که میکشه عین عبادته. نه به خاطر اینکه تلاشی برای عبادت میکنه، بلکه چون تمام وجودش تبدیل به عبادت شده. ابن عربی این مقام رو جایگاه ابدال توصیف میکنه، همون قدیسان پنهانی که با حضور خودشون جهان رو سر پا نگه داشتن. اونا اغلب ناشناخته هستن و زندگی معمولی دارن، یه مغازه‌دار، یه کشاورز یا یه مادر، اما آگاهی اونا چنان خالصه که فیض الهی از طریق اونها به جهان جاری میشه. وقتی دعا میکنن اتفاقات رخ میدن، وقتی نصیحت میکنن بینشی نبوی توی کلامشونه و وقتی صرفاً حضور دارن گره ها باز میشن.
در این سطح فرد تایید مستقیم خداوند رو دریافت میکنه که ازش خوشنوده. این حس خوشنودی لزوماً از طریق صداها یا رویاها نمیاد، بلکه به شکل یه یقین تزلزل ناپذیر میاد که هیچ پایه و اساس منطقی یا تجربی نداره. اونا فقط میدونن که در مسیر درست هستن، که همسو هستن و تحت حمایتن. این آگاهی اونا رو در برابر سختی‌هایی سر پا نگه می‌داره که ممکنه یه آدم در سطوح پایین‌تر رو کاملا نابود کنه. تناقض سطح 6 اینجاست که فرد دیگه تلاش نمی‌کنه خدا رو از خودش راضی کنه، اما خدا ازش راضیه. ببین، وقتی داری تلاش می‌کنی که کسی رو راضی کنی، هنوز یه تو وجود داره که داره تلاش میکنه و یه خدایی که میخوای راضیش کنی، یعنی هنوز دوگانگی وجود داره. اما در سطح 6 این دوگانگی چنان فرو میپاشه که اراده تو و اراده خدا دیگه از هم قابل تشخیص نیستن. تو همون چیزی رو میخوای که اون میخواد، چون خواسته های اون دارن خودشون رو از طریق خواستن تو ابراز میکنن. ابن عربی میگه آدم‌های این سطح معمولاً جایگاهشون رو مخفی میکنن، چون اگه به عنوان یه قدیس شناخته بشن ممکنه ایگو و خودخواهیشون دوباره فعال بشه. اونا معمولی لباس میپوشن، ساده حرف میزنن و از جمع‌هایی که میخوان ازشون بت معنوی بسازن فرار میکنن. اونا راضی هستن که ابزارهای نامرئی کار الهی باشن و هیچ اهمیتی به شهرت یا شناخته شدن نمیدن. تنها دغدغه‌شون اینه که لحظه به لحظه با جریان الهی همسو بمونن. و سطح 7، نفس کامله یا نفس کمال یافته. سطح 7 جاییه که نقشه تموم میشه و راز شروع میشه. ابن عربی این رو نفس کمال یافته مینامید، اما سریعاً تأکید میکرد که کمال به معنی تمام شده یا نهایی نیست، بلکه یعنی فرد چنان تسلیم شده که وجودش برای نور الهی کاملا شفاف شده. آدم در این سطح همون چیزیه که ابن عربی بهش میگه انسان کامل، آینه تمام نمایی که تمام نامهای الهی رو بدون هیچ انحرافی منعکس میکنه. در سطح 7 به سوال من کی هستم جوری پاسخ داده شده که خود سوال رو منحل میکنه. فرد خودش رو به عنوان یه فرم موقتی میشناسه که آگاهی ابدی داره از طریق اون خودش رو تجربه میکنه. اونا همزمان هیچ چیز هستن، یعنی هیچ وجود مستقل، هویت دائمی یا اراده جداگانه‌ای ندارن و همچنین همه چیز هستن، یعنی کل جهان در یک نقطه واحد آگاهی اونها متمرکز شده. اونا مثل موجی هستن که اقیانوسش رو میشناسه، مثل پرتویی که خورشیدش رو میشناسه. آدمی که در این سطح رو دیگه نمیشه با دستبندی های معمولی توصیف کرد. آیا اونا فروتن هستن یا با اعتماد به نفس؟ هر دو و هیچ کدوم. آیا خوشحالن یا غمگین؟ اونا همه عواطف رو در خودشون دارن بدون اینکه با هیچ کدومشون تعریف بشن. آیا فعال هستن یا منفعل؟ اونا با اراده الهی حرکت میکنن، یعنی گاهی دست به کنش‌های عظیم میزنن و گاهی در سکون مطلق هستن. تلاش برای شناختن اونا مثل تلاش برای در مشت کردن آبه. اونا سیال و بیشکل هستن و بدون داشتن الگوهای ثابت به هر لحظه پاسخ میدن. ابن عربی تعلیم میداد که در هر عصر فقط یک انسان کامل وجود داره که این سطح رو به طور کامل متجلی میکنه، اما بقیه هم میتونن به طور موقت به این سطح برسن یا جنبه هایی از اون رو در خودشون داشته باشن. تجلی کامل و نهایی چیزی که یک انسان میتونه بهش تبدیل بشه. در این سطح معجزات تبدیل به یک امر عادی میشن، نه به خاطر اینکه اون فرد قدرت خاصی داره، بلکه چون واقعیت به آگاهی پاسخ میده که با منشأ خودش همسو شده. اونا برای بارون دعا میکنن و بارون میباره، اما جادو نمیکنن.
اونا دارن نشانه های چیزی رو که همین حالا در حال آماده سازیه میخونن و با کلامشون بهش فرم تجلی میدن. اونا چیزها رو قبل از وقوع میدونن، چون به قلمرویی وصل هستن که تمام زمانها در اون به صورت همزمان وجود دارن. اونا با حضور خودشون شفا میدن، چون آگاهیشون حامل رحمت الهی در غلیظترین شکل ممکنه. اما نشانه اصلی سطح 7 معمولی بودن مطلقه. فرد از تمام حالات و مقامات معنوی فراتر رفته و به بودن ساده برگشته. وقتی گرسنه هستن غذا میخورن، وقتی خسته هستن میخوابن، وقتی نیازه کار میکنن و وقتی مناسبه استراحت میکنن. اونا دیگه سعی نمیکنن روشن ضمیر باشن یا آگاهی خاصی رو حفظ کنن. اونا درک کردن که روشن ضمیری و گمراهی هر دو فقط یک سری مفهوم هستن و حقیقت اونها ورای هر مفهومیه. پس لحظه به لحظه تازه، معصوم و آزاد زندگی میکنن. ابن عربی هشدار میداد که رسیدن به سطح 7 با تلاش ممکن نیست، چون تلاش یعنی هنوز یک نفر هست که داره برای رسیدن به یه هدف تقلا میکنه. سطح 7 همون چیزیه که وقتی تمام تلاش ها متوقف میشه باقی میمونه، وقتی تمام جستجوها تموم میشه، وقتی فرایند شدن متوقف میشه و فقط بودن ساده باقی میمونه. تو میتونی توی مراحل قبلی با پاکسازی موانع و صیقل دادن آگاهی خودت رو آماده کنی، اما انتقال نهایی با فضل و بخشش الهی اتفاق میفته، نه با قدرت اراده تو. یه روز بیدار میشی و میبینی دیگه به سمت چیزی بالا نمیری، تو همون چیزی هستی که دنبالش بودی، همیشه هم بودی. اما حالا چطور سطح خودت رو بشناسی؟ ابن عربی سوالات تشخیصی دقیق گذاشته تا صادقانه بفهمی کجای کار هستی. سوال اول: انگیزه تو برای عبادت چیه؟ اگه ترس از جهنم یا طمع بهشته، در سطح 1 هستی. اگه از سر احساس گناه بابت شکست‌هات، در سطح 2 هستی. اگه عشق واقعی همراه با انضباط، در سطح 3 هستی. اگه عبادت برات به یه تمایل طبیعی و درونی تبدیل شده، در سطح 4 هستی. و اگه همه چیز برات عین عبادته، در سطح 5 یا فراتر از اون هستی. سوال دوم: واکنشت به سختی ها چیه؟ اگه در برابرش خشمگین میشی یا فرو میپاشی، در سطح 1 یا 2 هستی. اگه با صبوری تحملش میکنی اما ته دلت هنوز ازش شاکی هستی، در سطح 3 هستی. اگه در اوج سختی واقعا در آرامش هستی، در سطح 4 هستی. اگه قلباً بابت اون سختی شکرگزاری، در سطح 5 هستی. و اگه دیگه فرقی بین آسونی و سختی نمیبینی، چون هر دو رو هدیه یکسان میدونی، در سطح 6 یا 7 هستی. سوال سوم: رابطت با هوس‌هات چطوریه؟ اگه اونا تو رو کنترل میکنن، سطح 1. اگه مدام داری باهاشون میجنگی، سطح 2. اگه میتونی تماشاشون کنی بدون اینکه حتما بهشون عمل کنی، سطح 3. اگه هوس‌هات پاکسازی شدن و با چیزهای مفید همسو شدن، سطح 4. و اگه دیگه مرزی بین میل دل و انضباط اخلاقی برات باقی نمونده، در سطح 5 یا بالاتری. سوال چهارم: چقدر به خودت فکر میکنی؟ اگه ذهنت مدام درگیر نگرانی‌ها، نیازها، وجهه اجتماعی و داستان زندگی خودته، در سطوح پایین هستی. اگه ارجاع به خودت به شدت کم شده و میتونی ساعتها غرق در چیزی فراتر از خودت بشی، در سطح 4 یا 5 هستی. و اگه حس من جداگانه فقط گاهی سراغت میاد و همون موقع هم برات شفاف و گذراست، داری سطح 6 یا 7 رو لمس میکنی.
نقشه 7گانه ابن عربی یه سلسله مراتب صلب و سخت نیست که فکر کنی وقتی یه مرحله رو تموم کردی دیگه برای همیشه اونجا میمونی. ابن عربی میگه تو ممکنه همزمان توی جنبه‌های مختلف زندگی از سطوح متفاوتی عمل کنی. مثلا ممکنه نفس تو توی مسائل معنوی در سطح 4 باشه اما توی معاملات کاری هنوز توی سطح 2 گیر کرده باشه. ممکنه در برابر دردهای جسمی در سطح 5 باشی اما وقتی پای غرورت وسط میاد برگردی به سطح 1. کار اصلی ما اینه که کم کم تمام ابعاد وجودمون رو به سطوح بالاتر ببریم. این نقشه اصلاً برای قضاوت کردن خودت یا بقیه نیست. کسی که توی سطح 1 هست بد نیست و کسی که به سطح 7 رسیده برتر نیست. هر سطحی لازمه، چون هر مرحله درس‌هایی رو بهت میده که فقط و فقط همونجا میتونی یاد بگیری. تو نمیتونی پله ها رو یکی در میون بالا بری، همونطور که نمیتونی کلاس های مدرسه رو جهشی بخونی و باز هم انتظار داشته باشی مطالب رو عمیق بفهمی. جهان تو رو دقیقاً توی همون سطحی قرار میده که برای یادگیری درس فعلیت بهش نیاز داری. چیزی که واقعاً اهمیت داره خود ارزیابی صادقانه و اشتیاق واقعیه. با صراحت به جایی که هستی نگاه کن. تظاهر نکن که جلوتر از چیزی هستی که واقعا هستی. این خودش یه جور ایگوی معنوی هست. اگه توی سطوح اولیه هستی هم ناامید نشو، چون همه اونایی که بالا هستن هم از همینجا شروع کردن. فقط جایگاه فعلیت رو شفاف ببین، بفهم چی تو رو اونجا نگه داشته و یه قدم به سمت سطح بعدی بردار. ممکنه همین یه قدم سالها طول بکشه، اصلا اشکالی نداره. خود این مسیر مقصده. آخرین آموزش ابن عربی در این باره اینه. این 7 سطح در واقع 7 تا خود مختلف نیستن. اینا 7 درجه از فراموشی و یادآوری این هستن که تو واقعا کی هستی. در سطح اول تو کاملا فراموش کردی و در سطح 7 تو کاملا به یاد آوردی. تمام سطوح بین این دوتا بیداری تدریجی از خواب جدایی و رسیدن به این درک که تو همیشه چه کسی بودی. ممنون که این ویدیو رو دیدی و اگه دوست داشتی توی کامنت ها برام بنویس صادقانه فکر میکنی الان توی کدوم سطح هستی. اگه این محتوا برات مفید بود میتونی با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب در کانال سویه از ما حمایت کنی. توی ویدیوی بعدی میبینمت.